این پروفایل و استراکچرا یک نوع اسید هیالورونیک با غلیظت بسیار بالاست، حتی نسبت به نوعهای معمولیش غلیظت هیالورونیک اسیدش بالاتر هست. نقش اینها بایو ریمودلینگ هستند. یعنی چی؟ یعنی با تأثیری که روی بافتای عمقی پوست نسج نرم صورت میذارن کمک میکنن به استحکام و افزایش ماندگاری در واقع قسمت‌های عمقی پوست. حالت ساده ترش اینه که پیری رو به تأخیر میندازن. نحوه تزریقش هم معمولا اینها 2 تا 3 تزریق احتیاج دارن. فاصله 4 هفته اگر ما این تزریقا رو انجام بدیم بالاترین و بهترین نتیجه رو خواهیم گرفت. مناسب چه کسانیه؟ بیشتر افرادی که نوسانات کاهش وزنی دارند یا در دهه 4 یا 5 زندگیشون هستند و مستعد در واقع روندهای ایجینگ هستند. گزینه بسیار مناسبیه.